نماز عید فرض است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند که زنهای حائضه، زنایی که عادت ماهانه دارند، ما اصلا نماز نمیخوانند. اونها هم گفتن که امر کردند که برآورده شوند. دخترایی که به شوهر نزدیک شدگی هست، کوچه نمیبراید تا اینکه احتیاط کند، اونها هم امر کردند که به نماز عید برآیند. حتی ماهانه دارد، یعنی ناپاک است، گفتن که برایت فقط از جای نماز مثلا 1-2 متر اون طرف ایستاد، از جای نماز دورتر ایستاد، یعنی قطار نمازخانه ایستاد، لیکن دعا رو میشنود. ولی یشهدن الخیر، به خیر شریک شوند، شاهد شوند و به دعای مسلمانان آمین گویند و از برکت امروز بهره مند شوند. یا رسول الله، یکی ما جلباب نمیوبد، یعنی یک متایی که از بالی سرش میگیرد که تمام عضوهاش محکم میکنه، زنها ندارد، اما آدمو چیکار کنند؟ گون از اون یگان دوگانش یک روز به اجاره گیرد یا اعاره گیرد، یعنی داده است. ببینید حتی به همین گونه بهانه ها پیامبر صلی الله علیه و آله راه حل یافته بودند که از اون یگان همسایه، از اون یگان خیش و تبار دوگانش گرفته پشت برد، چون که به هست آدمایی که دو لباس دارن، آدمایی بودن مثلا یک لباس دارن یا ندارن، حتی برای ایدروی از اون دوگانش گرفته پشت رفت. معلی اونها شیناد نگفتن. بنابراین حافظ بن المنذر رحمت الله علیه گفتن که اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صدقه الفطر فرض درباره صدقه فطر. بعد درباره عید که اختلاف علما هست، بعضی ها واجب گفتن و بعضی ها فرض گفتن، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله امر، لفظ امر کردن جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که برآورده شود، و حالا که اونها اصلا برای اونها نماز واجب نیست. چی جایی اون مثلا برادرها و مردهایی که عاقل هستند برای اونها نماز عید فرض است.